این گیربکس یکی از پرکاربردترین گیربکس‌های CVT تو محصولات مدیران خودرو و چری هستش. قرار این گیربکس رو از اولین پیچ تا آخرین قطعش رو باز کنیم و عملکردش رو یاد بگیریم. اگه تعمیرکار هستی یا میخوای بدونی تو این گیربکس چه خبره، این دوره برای توه. از امروز 0 تا 100 آموزش گیربکس QR019 CHA رو میخوام بهتون بگم. سلام، من شیرزاد از مجموعه گیربکس کاران هستم و سالهاست توی تعمیر گیربکس اتوماتیک دارم کار میکنم. توی این دوره میخوام تجربه عملی از تعمیر این گیربکس رو باهاتون به اشتراک بذارم. این فقط یه معرفی ساده نیست. قراره با هم گیربکس رو دمونتاژ کنیم، عملکرد تک تک قطعات رو بررسی کنیم، خرابی‌های رایج رو توی این گیربکس ببینیم، قطعاتی که نیاز به تست دارن همه رو بهتون بگیم و در نهایت گیربکس رو مونتاژ کنیم و ارزیابیش رو به شما نشون بدیم. قبل اینکه این گیربکس رو باز کنیم اول باید ببینیم CVT چیه. CVT مخفف Continuously Variable Transmission. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که نسبت انتقال قدرت رو به صورت پیوسته داره تغییر میده این گیربکس. بیشتر مردم فکر میکنن توی گیربکس های اتوماتیک دنده های 1، دنده 2، دنده 3، دنده 4 به صورت مجزا وجود داره، ولی این تصور توی گیربکس های CVT درست نیست. سوال اینه که پیوسته یعنی چی؟ فرض کن توی گیربکس AT میخوای شتاب بگیری، از دنده 1 به 2، 2 به 3 و 3 به 4 یه نسبت دنده مشخصی این تعویض دنده ها انجام میشه و شما مشاهده میکنی که دور موتورتون تغییر میکنه یا بعضی موقع یه ضربات خیلی خفیفی، یه تقطیع خیلی خفیفی میبینید. توی گیربکس CVT نسبت دنده ثابتی وجود نداره. اینجا نسبت انتقال قدرت لحظه به لحظه تغییر میکنه. یعنی چی؟ یعنی گیربکس همیشه سعی میکنه بهترین نسبت دنده رو با توجه به شرایط رانندگی شما انتخاب کنه، چه در حالت شتابگیری، چه سرعت ثابت، چه توی سربالایی. و همین دلیل رانندگی با CVT هم نرمتره، هم ضربه‌های تعویض دنده رو احساس نمی‌کنید. اما سوال مهمتر اینه که وقتی توی این گیربکس چرخ دنده ثابتی وجود نداره، پس چطوری قدرت موتور رو به چرخ منتقل میکنه؟ جواب این سوال اینه: 3 تا قطعه، پولی اولیه، پولی ثانویه و تسمه فولادی که تو قسمت‌های بعدی دوره عملکردشون رو کامل و عملی بهتون توضیح میدم. فعلا فقط اینو بدونید که عملکرد کلی این گیربکس بر پایه تغییر قطر پولی‌های اولیه و ثانویه و تسمه بین اونهاست. حالا که فهمیدیم گیربکس CVT با گیربکس‌های دیگه چه فرقی میکنه، بیایید با قطعات اصلیش آشنا بشیم. ظاهراً یه پوسته آلومینیومی ساده است، ولی داخلش ده‌ها قطعه هیدرولیکی، مکانیکی و الکترونیکی داره که باید با همدیگه هماهنگ بشن تا این کارش رو درست انجام بده. اولین قطعه تورک کنورتور یا توربین یا مبدل گشت‌آور. این قطعه بین موتور و گیربکس قرار میگیره و نیروی موتور رو به گیربکس انتقال میده که توی قسمت مخصوص خودش کامل توشو باز میکنم و عملکردش رو بهتون توضیح میدم. بعد تورک کنورتور نوبت اویل پمپه. اویل پمپ قلب سیستم هیدرولیکی گیربکس CVT. اگه فشار داخل گیربکس درست نباشه، تقریبا هیچ کدوم از بخش‌های گیربکس درست کار نمیکنه. مهمترین قسمت این گیربکس 2 تا پولیا هستن: پولی اولیه و پولی ثانویه. با کمک فشار روغن قطر پولیا تغییر میکنه و نسبت انتقال قدرت توی این گیربکس عوض میشه. راز اصلی همین گیربکس همین 2 تا پولیا هست. بین این 2 تا پولی یه تسمه فولادی قرار داره. برخلاف همه تسمه‌های پلاستیکی، این تسمه از صدها قطعات فولادی تشکیل شده که بتونه انتقال گشت‌آور بین پولی ورودی و پولی خروجی رو داشته باشه. تو قسمت مربوط به خود تسمه کامل همه خرابیاشو، اجزاشو همه رو بهتون توضیح میده. حالا میرسیم به بلوک هیدرولیک یا ولوادی. ما میتونیم اینو به عنوان مرکز کنترل جریان روغن در نظر بگیریم. مجموعه ولوادی با استفاده از مسیرهای روغن و شیرهای برقی فشار لازم رو به بخش‌های مختلف گیربکس انتقال میده. خب
این ولوادی یا همون بلوک هیدرولیک هستش که 4 تا شیربرقی روش نصب شده. این شیربرقی‌ها فرمانشون رو از کامپیوتر گیربکس میگیرن که چیکار میکنن؟ مسیر روغن و فشار روغن رو کنترل میکنن. هر کدوم از این شیربرقی‌ها خراب بشه چراغ گیربکس روشن میشه و باعث تقه، لرزش یا بعضی موقع گاز هرز توی گیربکس میشه. مغز متفکر این گیربکس TCU یا همون واحد کنترل الکترونیکیه. کارش چیه؟ اطلاعات از سنسورها میگیره و دستور میده و فرمان میده به شیربرقی‌ها که چجوری کار کنن که گیربکس تو بهترین شرایط کار کنه. برای اینکه TCU تصمیم درستی بگیره به اطلاعات دقیقی هم نیاز داره. به طور مثال اطلاعات سنسور موقعیت دنده، اطلاعات سنسور سرعت توربین، سنسور سرعت ورودی، سنسور سرعت خروجی و سنسور فشار اصلی گیربکس که 2 تا سنسور فشار داریم، یه دونه بالا مال پولی ثانویه است و یه دونه پایین مال پولی اولیه و یه سنسور دما داره که روی دسته سیم گیربکس میخوره که اونم توی قسمت‌های بعدی بهتون کامل توضیح میدم و یه سنسور دیگه سنسور دور ورودی موتور هستش که به اطلاعات اونم نیاز. در نگاه اول شاید این گیربکس خیلی پیچیده به نظر برسه، ولی اگه عملکرد هر کدوم از قطعات رو به صورت جداگانه یاد بگیریم درک عملکرد این گیربکس خیلی ساده تر میشه. تو این دوره هیچ کدوم از قطعات رو از قلم نمیندازیم. از تورک کنورتور و اویل پمپ گرفته تا پیچ به پیچ، سنسورها، ولوادی، پولی و باز و بست کردن کامل گیربکس رو همه رو بهتون میگیم. شاید براتون این سوال پیش اومده باشه که این دوره مناسب چه کساییه؟ اگه صاحب خودرویی هستید که گیربکسش CVTه، میتونید با آموزش این دوره بدونید که توی گیربکستون چه خبره و چه چیزهایی باعث میشه که گیربکس شما خراب بشه و از هزینه‌های خیلی زیاد جلوگیری کنید. اگه تعمیرکار هستی یا تازه وارد حوزه گیربکس اتوماتیک شدی، این دوره به صورت کاملا عملی بهت یاد میده. قرار نیستش که فقط اسم قطعه رو بدونی. هر قطعه‌ای رو اول می‌بینیم که چجوری عملکردش چیه، بعد خرابیاش چیه، بعد ایبیابیش می‌کنیم و بعد تعمیرش می‌کنیم و تو این دوره بهتون یاد میدیم. یا اگه کارآموز یا دانشجوی رشته مکانیک خودرو هستی، این دوره از پایه شروع میشه. میتونی کنار ما قدم به قدم بیای و اصول و عملکرد این گیربکس رو کامل یاد بگیری. تو این دوره هیچ بخشی رو حذف نمی‌کنیم. از باز کردن کامل گیربکس، بررسی تک تک قطعات، تست قطعات، ایراد قطعات و نحوه بستن و جمع کردن این گیربکس همه رو کامل بهتون توضیح میدم. هدف من بعد از پایان این دوره اینه که وقتی شما اسم این گیربکس رو هر جای دنیا شنیدید بدونید که داخل این گیربکس چه قطعاتی وجود داره و عملکرد این قطعات به چه صورتیه و وقتی که خراب میشه از کجا باید شروع به ایبیابی کنید شما. خب توی این قسمت با گیربکس های CVT 19 آشنا شدیم و فهمیدیم که این گیربکس ها چرا با گیربکس های دیگه تفاوت دارن. اما این تازه شروع راهه و از قسمت‌های بعدی وارد کارهای عملی میشیم. اول مسیر انتقال قدرت رو بررسی میکنیم، یعنی از لحظه‌ای که موتور استارت میخوره تا وقتی که این نیرو به چرخ‌ها انتقال پیدا میکنه همه رو بررسی میکنیم. بعد از اون گیربکس رو مرحله به مرحله باز میکنیم، تمام قطعات رو به صورت کامل بهتون توضیح میدیم، از نحوه عملکرد و ایبیابی، از سنسورها گرفته، از توربین و اویل پمپ و ولوادی و پولی ها و تسمه و همه قطعات داخل گیربکس رو مرحله به مرحله بهتون توضیح میدیم. هدف این دوره معرفی قطعات این گیربکس نیست. میخوایم منطق گیربکس، منطق عملکرد این گیربکس رو میخوام بهتون یاد بدم که موقع تعمیر این گیربکس بدون آزمون و خطا این گیربکس رو جمع کنید و تحویل مشتریتون بدید. اگه این آموزش براتون مفید بود، کانال گیربکس کارا رو داشته باشید و اگه سوال یا تجربه در مورد این گیربکس دارید برام بنویسید. من سوالای پرتکرار رو حتما بهشون جواب میدم. ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. شیرزاد هستم از مجموعه گیربکس کاران. خدا نگهدار تا قسمت بعد.